درود بر شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام الگو کشی به روش گرلاوین رو بهتون آموزش بدم، اما قبل از اون میریم روی کتاب اندازه‌گیری رو با هم آموزش ببینیم و بعد بریم سراغ الگو کشی. خب دوستان، من از کتاب‌های مختلفی روش‌های گرلاوین رو دیدم، مطالعه کردم و نمونهش این کتاب هست که الان برای سال 63 و قیمتش اون موقع 70 ریال یعنی 7 تومن بوده. اما اون چیزی که میخوام بهتون اندازه‌گیری منظورم هست، میخوام بهتون آموزش بدم از روی این کتابی که قدیمی تر از اونه و حتی تاریخ هم نداره برای چه تاریخی هست توی قسمت مشخصات کتاب، و دیدم که اندازه‌گیری رو کامل با تصویر خوب توضیح داده و گفتم که از روی این برای شما اندازه‌گیری ها رو آموزش بدم. البته این روشی که میخوام بهتون یاد بدم روشی هستش که با توجه به چندین کتاب و تجربیاتی که خودمون داشتیم این روش رو در واقع یکم دستکاری کردیم و داریم به شما آموزش میدیم. حالا اندازه‌گیری همون اندازه‌گیری هستش که داخل کتاب نوشته. طریقه اندازه‌گیری اندام برای رسم الگوی بالاتنه پشت و جلو به روش گرلاوین. ما در گودترین قسمت کمر که معمولاً توی اندام‌های نرمال روبروی آرنج قرار داره یه نواری رو میبندیم که اسم این نوار کورسله هست. از گودی گردن در جلو 0 متر رو میذاریم و تا نوار کورسله اندازه میگیریم که برای ما 31 هستش. ما 0 متر رو میذاریم روی مهره برجسته در قسمت پشت گردن و تا نوار کورسله اندازه میگیریم که اندازه ما قبلا اندازه گرفتیم 35 در اومد. یه نکته رو دوستان من اینجا بهتون بگم، معمولاً بین 4 تا 8 سانت تفاوت داریم بین بالاتنه پشت و بالاتنه جلو. مثلا الان برای من بالاتنه جلو 31 هست و بالاتنه پشت 35. من اگر 35 رو منهای 31 کنم جواب 4 هست. این اندام نرمال هست. ما تا 8 سانت اگر تفاوت به دست بیاد میتونیم الگومون رو رسم کنیم و این الگو ایراد اندامی نخواهد داشت. طریقه اندازه‌گیری دور سینه. متر رو از برجسته ترین قسمت سینه میذاریم و 1 انگوش زیر متر قرار میدیم و اندازه دور سینه رو میگیریم. اون 1 انگوش زیر متر به عنوان آزادی هست. ما توی لباس‌های مجلسی یا پاترون آزادی نمیخوایم و لباس هرچی جذاب‌تر باشه بهتره. اون 1 انگوشتی که زیر متر میذاریم جهت این میذاریم که حالا اگر لباس یک موقعی تنگ شد بتونیم اون رو گشاد کنیم. اندازه‌گیری کنفرماسیون. 0 متر رو روی نوار کورسله در قسمت پهلو میذاریم، میریم بالا دور گردن دور میزنیم و طرف مقابل همون نقطه یعنی روی نوار کورسله و قسمت پهلو اندازه‌ای که به ما میده رو یادداشت میکنیم. برای ما 95 در اومد. اندازه‌گیری فاصله سینه. از مرکز سینه تا مرکز سینه هر فاصله‌ای بهمون داد اون رو اندازه میگیریم و یادداشت میکنیم که برای ما 19.2 در اومده. دقت کنین اگر یک موقع یادتون رفت این فاصله رو اندازه گیری کنیم 1/5 دور سینه فاصله سینه ما هستش. بلندی سینه از گودی گردن تا نوک سینه. از قسمت گردن اون قسمتی که گودی داریم 0 متر رو میذاریم و تا مرکز سینه اندازمون رو یادداشت میکنیم که برای ما
22 در اومده. اندازه‌گیری کارور جلو 0 متر رو میذاریم جایی که کتف میچسبه به بدن تا طرف مقابل همون نقطه، یعنی جایی که کتف چسبیده به بدن و این اندازه رو یادداشت میکنیم که برای ما 30 در اومده اندازمون. طریقه اندازه‌گیری کارور پشت دقیقاً مثل جلو عمل میکنیم. یعنی چی؟ یعنی 0 متر رو میذاریم جایی که کتف چسبیده به بدن تا طرف مقابل جایی که کتف چسبیده به بدن و این اندازه رو یادداشت میکنیم که برای ما 32 در اومده. توی اندامهای نرمال معمولاً پشت بزرگتر از جلو خواهد بود. طریقه اندازه‌گیری دور حلقه آستین. دور حلقه آستین رو به این صورت که می‌بینید اندازه‌گیری می‌کنیم. حالا اگر دوست داشتین تنگ‌تر باشه برای لباس‌های مجلسی تنگ اندازه‌گیری می‌کنید، اگر دوست داشتین گشاد باشه گشادتر اندازه‌گیری می‌کنید. طریقه اندازه‌گیری باسن بزرگ. ما میایم برجسته ترین قسمت باسن رو دور تا دور رو اندازه گیری میکنیم که برای ما 102 در اومده. طریقه اندازه گیری بلندی باسن بزرگ 0 متر رو میذاریم روی نوار کرسله و تا برجسته ترین قسمت باسن اندازه میگیریم که برای ما 21 در اومده. اگر ما 21 رو تقسیم بر 2 کنیم بهمون 10.5 میده. ما 10.5 سانتی از این قسمت بیایم پایین و دور تا دور رو اندازه بگیریم، اندازه باسن کوچک رو به ما میده که برای ما 92 در اومده. طریقه اندازه گیری دور گردن. ما میتونیم 0 متر رو بذاریم روی گودی گردن، متر دور بزنیم و تا همونجا برگردیم بیاییم و اندازه‌مون رو بنویسیم و یادداشت کنیم که برای ما 36 در اومد. طریقه اندازه‌گیری سرشانه تا آرنج تا مچ. از سرشونه تا آرنج و تا مچ رو اندازه میگیریم به شرطی که طرف دست به کمر یا دستش به صورت تا شده و به صورت ال قرار گرفته باشه. طریقه اندازه‌گیری دور بازو. بهتره به طرف بگیم عضلاتش رو منقبض کنه و دور بازو رو در واقع بگیریم، یا به عبارت ساده تر بگم به شخص بگیم فیگور بگیر، دست جمع بشه. ما حجیم ترین حالت ممکن رو برای اندازه‌گیری دور بازو میخوایم که برای ما 34 در اومده. طریقه اندازه‌گیری سرشانه از کنار گردن تا سرشونه هر عددی که بود یادداشت میکنیم و اون میشه سرشونه ما که برای ما 12 در اومده. طریقه رسم الگوی بالاتنه پشت و جلو به روش گرلاوین. در ابتدای کار میایم یه خط رو به اندازه 1/2 دور باسن رسم میکنیم. دور باسن من 102 هست. 102 تقسیم بر 2 میشه 51. پس این خط من از این نقطه تا این نقطه باید 51 سانتی باشه که من قبلا کشیدم. اشل رو میذارم روی این خط و یه خط عمود بر این خط قبلی میکشم. روی این خط عمود به اندازه 21 سانت من بالا میام. این 21 سانت بلندی باسن من هست. پس بلندی باسن من 21 سانت. 0 متر رو میذارم اینجا، 21 سانت رو علامت میزنم. خطم رو به سمت چپ عمود میکنم. از این نقطه به اندازه بالاتنه جلو میام بالا. بالاتنه جلوی من 31 هست. 0 متر رو میذارم اینجا و 31 رو اینجا پیدا میکنم.
و این خط هم دوباره عمود میکنم. گونیام رو میذارم رو اون خطی که اول کشیدم و کادر و مربعم رو میبندم. یعنی چهارچوب الگوی من الان بسته شد. خب دوستان، ما چرا به اندازه 1/2 دور باسن کادر رو اندازه میگیریم و میبندیم؟ معمولا توی اندام‌های نرمال باسن 5 سانت از دور سینه بزرگتره. بعضی وقتا گاهن پیش میاد که ما دور سینه‌مون بزرگتر از باسنه. حالا به دلیل اینکه ایراد اندامی وجود داره دور سینه بزرگتره. اگر همچین اتفاقی برای شما افتاد، پس میایم به جای دور باسن دور سینه رو میگیریم. مبنای ما بزرگتره. اگر دور سینه بزرگتر بود، این خط با دور سینه یعنی 1/2 دور سینه برابری میکنه. اگر دور باسن بزرگتر بود، این خطی که اول کشیدیم با 1/2 دور باسن برابری میکنه. خب 0 متر رو میذارم اینجا روی خط کمر. اسم این خط کمره. اینجا می نویسم خط کمر. 0 متر رو میذارم روی خط کمر و این 31 سانت که بلندی بالا تنه بود رو تقسیم بر 2 میکنم. خط